بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حدیث صحیح البخاری است که اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما میگه که انه کان یأخذه والحسن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره میگرفت به امرای حسن، فیقول اللهم احبهما فإنی احبهما، باز میگه یا الله اینا را دوست داشته باش، من اینا را دوست دارم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه تفلک بود و همچنان حسن رضی الله تعالی عنه هم تفلک بود. یا عزیزشان میگه باز میگه یا الله من اینا را دوست دارم، تو هم اینا را دوست داشته باش. از این خاطر یکی از سنت رسول الله صلی الله علیه و طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اطفال بسیار رسول الله صلی الله علیه و داشت؟ دوست داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.